هرچی که دلش میخواد. ناامیدی توی ما بی معنا و بی مفهومه، ما هم له میکنیم تا زود بریم توی خونه. کار هر روز و شب ما این شده دعا کنیم تا برای بچه داری بابا رو وادار کنیم. آخ بابا جون ما میخوای تا که زود دنیا بیای، پاشا یک کاری بکن ما میخوایم دنیا بیایم. او 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 بابا 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 چیه؟ ها دل من عاشق جنهاته، خوشگلی والا، عجب جنهایی داری والا. تو با این جنهای خوب سوزوندی دل ما را. چه ژنی؟ هزار ماشالله ماشالله ماشالله. ژنهای عزیز بشینید، میخوام وقتتون رو بگیرم. وقت ما رو بگیری بفرما. بچه ها یه خبر خوش. آخ جون، زیر جسه مگه من گفتم چه خبری؟ خب بگو. بچه ها امروز پدرمون تصمیم گرفته یه بچه خوشگل و مشکل به دنیا بیاره. هورا! و ما ژنهایی هستیم که قراره اون نطفه خوشگل و مشکل رو تشکیل بدیم. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی ما ژنهایی هستیم یعنی ما ژنهایی هستیم که باید با هم دیگه مسابقه بدیم یا به یک جنبندی برسیم ببینیم کدوم یکی از ماها میخواد اون نطفه رو شکل بده. یعنی چی؟ بابا یعنی ما ژنهایی هستیم در رحم مادرمون که منتظریم تا 10 روز دیگه جنین بشیم، دنیا بیایم، بزرگ بشیم. هورا! و این بهترین فرصته تا ما با هم رقابت کنیم تا ببینیم کدوممون برنده میشه و به دنیا میاد. یعنی یه مسابقه هیجان انگیز و حساس. یعنی ال کلاسیکو ژنتیکی بچه ها. هورا! یه جوری این کلاسیکو رو ببرم دهن تو سرویس تا وقتی من اینجام هیچ کس حق برنده شدن نداره. بشینید ببینیم بابا، روز مسابقه به تک تکتون نشون میدم. به خدا اگه بذارم نفس بکشید. بشین بشین. یک تربیت دار. به جای اینکه با هم کلکل کنیم باید تمرکز کنیم روی هدفمون توی دنیا. بله، چون 6 تا 10 روز بیشتر وقت نداریم اونجا اینو تشکیل بدیم. من که میخوام دکتر بشم. منم میخوام مهندس بشم. من کفتربان. من کارگردان. من رئیس جمهور. من پدر. بابا تو رو خدا بذارید من برندشم. میگن دنیا خیلی جای قشنگیه. چی؟ بیشیم میریم بابا. اصلا هم اینجوری نیست. نمیدونی نیروها از قبل ثبت نام کردن و استخدام شدن. یعنی چی خانم مدیر؟ نیروها از قبل از کجا ثبت نام کردن؟ پس ما چی؟ ما اومدیم اون 5000 نفر رو از تهران آوردیم چون با تجربه. خانم محترم، من این کارخونه رو برای مردم همین شهر ساختم. بعد شما رفتین 5000 نیرو از تهران آوردین؟ چون اون 5000 نفر از اقوام سهامدار این کارخونه هستن. پس ما چی؟ یه سال منتظریم بیایم سر کار. اما این کارخونه حق نیروهای بومی همینجاست. یه لحظه شما تشریف بیارید. اگه اون سهامدارا سهامشون رو بکشن بیرون کارخونه تعطیل میشه. نه. پدرتون رو در میارم، ازتون شکایت میکنم. ای مردم عزیز، با عرض پوزش کارخونه تعطیل شد. بار یک مدیر به معنای واقعی به هر پایش عمل کرد. درود بر شرفش. تا از طریق لوله کشی آب دریاچه های خشکیده را احیا کند. اما چی؟ اما به محض اینکه آقای مدیر چندین هزار میلیارد را به کارپرداز داد تا برود لوله بخرد، کارپرداز به بهانه اینکه برم از دبی بخرم که ارزون‌تره همه پولها را از کشور اختلاس کرد و فرار کرد. این مصیبت وارد شده را به تمامی دریاچه‌های احیا نشده تسلیت میگوییم. باشد که دیپورتشون کنن و اول پس بزن به کمرشون. اوه قلبم. آهای فریاد فریاد، اختلاس شده زیاد، یه بودجه عالی به کارمون نمیاد. اما من تسلیم نمیشم. میدونی دنیا جاییه که توش خونت ولنجک به پایین باشه، کنسله. ماشینت پراید باشه، کنسله. مامانت جلو بشینه، کنسله. زندگی بدون ژل و بوتاکس که 100% کنسله. به خاطر همین منم تصمیم گرفتم همینجا پیش بقیه ژنا بمونم و دیگه نمیخوام وارد دنیا بشم. دیگه هم پامو توی دنیا نمیذارم. من رفتم. هی واقعا ناراحت شدم، ولی باشه هر جور خودت دوست داری. ژن بعدی رو بگیم بیا تو. چی کاره بشی؟ من میخوام با افتخار یه هنرمند بشم تا دنیا رو با دید شاعرانه تری ببینم. چی؟ هنرمند بشی؟ آره به نظرم نشو. میشم. خود دانی. ولی هنرمند شدن کار سختیه، ولی باشه هر جور خودت دوست داری. چشماتو ببند. چشمو بستم، وقتی که باز کردم
چه هوای شاعرانه ای. وای خدایا، یعنی میشه من یه روز یه بازیگر معروف بشم؟ چی بهتر از تو که بهترینی، تو بهترین بازیگر روی زمینی. و بالاخره بعد از کلی درس و پژوهش رفتم برای تست. سلام آقا، من اومدم برای تست. تست چه؟ تست اعتیاد. تست بازیگری دیگه. ببینم شما سابقه کار دارین؟ بله که دارم. اولا دکترای بازیگری و کارگردانی دارم. دوما توی 18 تا فیلم و سریال بازی کردم. و سوما 16 تا جایزه از تئاتر بج دارم. ببینم بازی کردی؟